سلام عرض می‌کنم خدمت شما علی آقا. وضعیت تیم خدا رو شکر بد نیست، خوبه، راضی کننده است. طبق اخباری که ما شنیدیم تو پیج شما و بقیه پیج‌های هواداری و پیج خود باشگاه خبرهای خوبی به ما رسید. بازی تدارکاتی که با تیم‌های لیگ برتری انجام دادن، با تیم استقلال بازی کردن و این تیم تونست ببره. این تیم نشون میده که خب تیم داره در حال آماده سازی، شرایط خوبی داره. به نظرت ما باید بازیامون توی سردار جنگل باشه یا آزادی؟ چون آزادی به هر حال یک زمین نوستالژی، چمن طبیعیه. از اون طرف سردار جنگل به هر حال گنجایش بیشتری داره و حالا به خاطر اون مزیتی که بابت چمن مصنوعیش داشته میگفتن که جورایی تیم‌های حریف رو هم زمینگیر میکنه. نظر تو چیه؟ 100% آزادی اصلا ورزشگاه سردار جنگل هرگز قابل مقایسه با ورزشگاه آزادی نیستش. من و بیشتر هوادارهای داماش، شاید بگم 99% هوادارهای داماش میگن 100% میگن آزادی. اون 1% هم احتمالاً خونه‌شون نزدیک سردار جنگل، گفتن نزدیک سردار جنگل.